إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، پدران و مادران، خواهران بسیار گرامی، الحال ما در پخش مستقیم قرار داریم و انشاءالله تا زمانی که یا تا لحظه‌ای که توانایی و قوتمان باقی باشد، من با شما انشاءالله از سوالهایی که پیشم هست جواب میگردانم و پیش از این سوالها هم با شما یک حدیثی را هم معنا هم میکنم. از این لحاظ همیشه برادران عزیز و گرامی در این لحظه ها با ما باشید تا این ساعتی که از الله امید است که اجر و ثوابی بی نهایت زیادی دارد، ماها بی نصیب و بی بهره نمانیم. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، اولا از الله بسیار مهربان خواهان او هستم که محبت و میل و خواهش همه ما و شما را به سوی دین خدا زیاد بگرداند و الله مهربان همه ما را توفیق دهد که از حقیقت دینش ما و شما پیروی نماییم. خداوند ما و شما را هدایت کنه، توفیق دهد که تا یک اندک هم که باشد سهم خودمان در خدمت این دین، خدمت این شریعت گذاشته توانیم. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند بیماری های همه ما و شما را شفای کامل دهد. برادران و خواهران و تمام مردم مسلمان ما که در غربت هستند، در مسافرت هستند، خداوند کارهاتون را برار برکت نصیب گردانه و الله مهربان هر جا که باشین صحت و سلامت نگهبانتان باشد. باز هم توفیقاتون، محبت و میلهاتون به سوی دین خدا زیاد گردانه. الله مهربان همیشه سفرهاتون مبارک و بخیر کند و از الله مهربان خواهان او هستیم که این دیار ما و شما را، این ملک ما و شما را هم همیشه از این نعمت امن، از نعمت تینجی، از نعمت یکدیگر فهمی الله مهربان نصیب و روزی گردانه. برادران عزیز و گرامی، پیش از آنی که من سوالهای شما را جواب گردانم، الله را بسیار سپاسگزارم که خدای مهربان از بین این بندگانش ما هم یک نفری
نالایق هم گوییم، ناکامل هم که گوییم، نزد الله مهربان هر چی که گوییم حقیقتا خدامان در نزد الله مهربان همچنان احساس میکنیم و همچنان تصور میکنیم. ولی به هر حال هم باشد خداوند سپاسگزاری میکنیم که لحظه ای که میآویم یک آیت قرآن یا یک حدیث پیامبر را به گوش برادرها و خواهرها میرسانیم، همینش هم بسیار سپاسگزارم الله مهربان که ما را از زمره نفر نصیحتگر آفریده است. خداوند دعا میکنم که خداوند این گفته های ما را اگر به خاطر خودش باشد، اگر برای رضاگی الله باشد، اگر برای همچو پاداش گرفتن در دنیا و در آخرت باشد، خدایا از ما بپذیر، از ما قبول کن و در نامه اعمال ما ثواب اینها را نویسانده بگردان. و خدایا از همه فتنه ها، از همه مشکلات ها و سختی هایی که در این راه است، خدای ما را حفظ بفرما. برادران عزیز و گرامی، میخواستم پیش از این جواب سوال ها یک حدیث که جناب حضرت ماجه و دیگر محدثای ما و شما با اسناد حسن این حدیث را آوردن که از راوی این حدیث حضرت سهل ابن سعد ساعدی رضی الله عنهما هست. میگه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. برادران عزیز و گرامی، این مرد نزد رسول اکرم آمد و گفت دلالت کن مرا بر عملی که هرگاهی که او را انجام دادم هم الله دوستم دارد هم مردم دوستم دارد. پیامبر ما گفتند در برابر دنیا تقوا کن، الله تو را دوست می دارد، و آنچه در دست مردم است از داشتن او یا میل و خواهش پیدا نکن در آنچه در دست مردم است، یا آنچه در دست مردم است طمع نکن، مردم دوستت می‌دارن. برادران عزیز و گرامی، برای این حدیث من اگر گویم به طریق پره معنا کنم شاید 1 ساعت کمی کند، زیرا برادرای عزیز این حدیث به خودش میوه های دارد، به خودش فایده های دارد. مثال یکم آن میوهی که در داخل این حدیث است، برادران عزیز و گرامی، شما بینید که این اصحاب پیامبر، همون مردی که پیش پیامبرم آمد، اینم از همون صحابه ها بود، از همنشین های پیامبر بود. ولی شما بینید که چی سوال های
با نفع میتیان، چی سوالهای نیکوی میتیان. یکم فایده این حدیث این است که صحابه های پیامبر از پیامبر بسیار سوالهای فایده‌ناک میدادند. بین دلنی علی عمل اذا عملته احبنی الله و احبنی الناس. سوال گوش کنیم برادران عزیز. میگه دلالت کن مرا ای پیامبر بر عملی که هرگاهی که انجامش دادم الله دوستم بداره و مردمم یا بنده های خدا همه را دوست دارن. چی سوال خوبه. ولی مثل همین سوال ها از صحابه های پیامبر آمده است دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. ای حبیب خدا مرا دلالت کن بر عملی که هرگاهی که انجامش دادم داخل جنت شوم. از دیگر صحابه پیامبر چی سوال دادن؟ یا رسول الله من نجات. ای پیامبر گرامی دلالتم کن یا نصیحتم کن بر نصیحتی که یا بر عملی که هرگاهی که انجامش دادم هم در دنیا نجات بیاوم هم در آخرت نجات بیاوم. سوال دیگری از صحابه پیامبر است. میگه از پیامبر گفتن که ما اخوف ما تخاف علی. ای پیامبر گرامی از کدام عملی بسیار زیشت و بدی هست که تو در حق ما میترسی تا ما را ترکش کنیم؟ برادران عزیز من اکنون این خیلی سوال ها از صحابه های پیامبر بیشمار است. فقط این را به خاطر آن گفتم که بینین پیامبر نازنین چخیل استفاده می بردن، چخیل از او سوال های می دادن، چی جواب های گرفتن که برای امروزه ما چقدر مهم و ضرور است. یعنی یک فایده حدیث همین است که شما هم معناش همین است که سوالهای با منفعت بتین، سوالهای بتین که تا اونها حیات و ممات ما را، تا دنیا و آخرت ما را تأثیرش برسد، حل کند. یکی از فایده حدیث همینه. دیگر فایده را ببینیم که صحابه پیامبر میگه عمل ده مرا دلالت کن که مرا الله دوست بدارد. یعنی برادرای عزیز معناش این است که ما باید عملهای را انجام دهیم که با سبب او الله دوست من بدارد. میداند که وقتی اگر بنده را الله دوست بدارد برای او چقدر خیر، چقدر مبارکه، چقدر نیکویی هست. بنده ای را که الله دوست می‌دارد. حضرت مولوی میگفت اگر الله شود از بنده راضی با او یار است استقبال و ماضی. شود ای بندگر الله به آزار همه در هر دو عالم از تو بیزار. حضرت میگو اگر الله را کسی از خودش راضی کرد، الله او را دوست داشت، حاضره و آیندهش همش نیک و خیر است. و هر کسی را که الله بد دید تمام مردم وی بد میبینن. ولی در اینجا من یک حدیثی را برای شما خوانم برادرای عزیز در باب آنه که وقتی الله بنده را دوست می‌دارد. ببینین حدیث جناب امام مسلم میارد با روایت حضرت امام ابو هریره میگه ان الله تعالی اذا احب عبدا، هرگاهی که اگر الله بنده را دوست می‌دارد، وقتی بنده را دوست داشت خدای مهربان میگه در حقش چی میکند؟ چی کار انجام میتید؟ دعا جبرائیل، ملائکه مقرب خودش را جبرائیل پیش فیراد میکرد است. فقال اینی احب فلانا فاحبه فیحبه. میگه جبرائیل میگفت جبرائیل من فلانی ابن فلانی را دوست میدارم، جبرائیل تو هم دوستش بدار.
البته جبرائیل برادران عزیز وقتی که الله که به او فرمان داد فلانی ابن فلانی را من دوست می‌دارم، دوستش بدار، دوستش می‌دارد. فیحبه، جبرائیل میگه او را دوست می‌دارد. ثم ینادی فی السماء فیقول ان الله یحب فلانا فاحبه فیحبه اهل السماء. بعد از آن میگه جبرائیل در آسمان فریاد میزند، میلیارد فرشته هایی که ملائکه هایی که در آسمانند، جبرائیل فریاد میزد از در آسمان اعلان میکرد است ای جمع ملائکه ها، فلانی ابن فلانی را الله دوست می‌دارد و سپارشید که منم دوست دارم و سپارش است که همه شما او را دوست داره. برادرای عزیز، ثم یوزع له القبول فی الارض. بعد از آن برادران عزیز محبت الله مهربان وقتی در آسمان در بین فرشته ها ملائکه ها تقسیم میکند، بعد از آن این محبت میارد در قلب انسان های در روی زمین میگذارد. و شما اگر نفری را دیدین که مردم وقتی دوستش میدارد، دانین برادران عزیز و گرامی که او را الله دوست میدارد. به خاطر همین است که مردم وی دوست میدارد. و اذا ابغض عبدا دعا جبرائیل. اینجاش جای پناه طلب کردن است. میگه هرگاهی که الله اگر بنده را بد ببیند، باز همین خیل جبرائیل فریاد میکند فیقول اینی ابغض فلانا فابغضوه فیبغضوه جبرائیل. میگه جبرائیل فلانی ابن فلانی را من بد میبینم، بین تو هم بدش ببین. جبرائیل میگه منم بدش دیدم. ثم ینادی فی اهل السماء ان الله یبغض فلانا فابغضوه ثم توزع له البغضاء فی الارض. میگه بعد از آن جبرائیل آسمان را اعلان میکند الله مهربان فلانی را بد میبیند، همه تان بد بینیم. و همون بدبینی الله را با در روی زمین در قلب مردم جای میکند. نفری که اگر در نفرت مردم قرار داشته باشد، دانید که وی الله بد میبیند. دویم فایده این حدیث برادران عزیز دیدیم که دلالت که ما را بر عملی که الله دوست من دارد. الله که دوست داشت حاصل دیدیم، عاقبت دیدیم که وقتی الله دوستت بدارد از این دیگر سرفرازی می شود، از این دیگر خدادادی می شود که وقتی الله دوستت می دارد. این فایده های حدیث های برادر عزیز. لیکن در حدیث چی آمد معناش؟ گفت برای آنی که الله ترا دوست دارد، پیامبرمون به جانب این صحابه گفت اذهب فی دنیا، در برابر دنیا تقوا کن. مراد از تقوا برادران، مراد از پرهیز از دنیا معنای این را ندارد که تو تماما دنیا را ترک کن. تماما مقصد از همین گویم پیشرفته که امروز داریم، چه از همین خانه هایی که آشیانه هایی که زندگی میکنیم، چه از این خوردنی هایی که در این دنیا هست، چه از پوشیدنی هایی که در این دنیا هست، چه از سواره هایی که در این دنیا هست. مقصد پرهیز کردن از این نیست. زیرا پیامبر گرامیمون دعا هم کرده است اللهم اصلح لی دنیای التي، پیامبرمون دعا کردند خدایا همین دنیایی که من در این حیات به سر میبرم، زندگی به سر میبرم، خدایا این دنیای مرا به صلاحیت بیار،
دنیای مرا به فایده آخرت من بگردان. گفته دعا کرده است. برای همین برادران عزیز و گرامی، معنای ترک دنیا این نیست که من در شهر مقصد زندگی کردن پرتافته و دامنه های کوه ها روم که خود من از مقصد همین دنیا را ترک سازم. معناش این نیست. معناش این است که هر چیزی که سببی کنده شدن رابطه تو با الله می شود و هر عملی که در دنیا با او خدای مهربان سپارش داده است که نزدیک نشو و او را از حرامهای خود قرار داده است، شما از اینها تقوا کنید. ببینید در درون دنیا هم که باشی احتیاط کن تا از نافرموده های الله مهربان خودت دور بدار. این تقوای در دنیاست. یا اینکه تقوای در دنیا این است که محبت این دنیا سبب شود برادر عزیز و گرامی و تو محبت از الله و رسول و شریعت او کنده کنی. یا چگونه که سعید ابن جبیر رضی الله عنه یا رحمت الله علیه این تابعین بودن، حضرت می گفتن که تقوای در دنیا، احتیاطی از دنیا در این است که در برابر نعمتهای الله مهربان، نعمتهایی که در دنیا دارد، لذایزی که در دنیا دارد، با اینها آواره شوی و خانه قبر آخرت فراموش کنی. این فریب دنیا است و تقوا هم همین معنا را دارد. وقتی تقوای از دنیا کردی الله دوستت می دارد. در دوام گفت و تقوا کن آنچه در دست مردم است، مردم دوستت می دارد. یعنی برادرها چیزی را در دست مردم می بینین، چه از خانه های زیباشان، چه از ماشین هاشان، چه از تلفن هاشان، چه از داراگیشان، هیچ وقت برادرای عزیز طمع نکنید. یا اینکه میل خواهشتان به همون چیز روان نکنید. خداتان مقصد همچون یک حدیث داره، پیامبرمون میگه اگر یک مسواک چوب هم که داشته باشی خودت از دیگرها ثروتمند و بایتر بگیر. برای همین هیچ وقت طمع در مال مردم نکن، مردم دوستت میدارن. انشاءالله گمان میکنم که آنچه را که من برای شما مختصرم که بود معنا کردم، شما انشاءالله از معنای این درک کردین. خدا کنه برادرای عزیز که ما را این دنیا فریب کردن